عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان. به اولین پارت داستانگویی شبانه ما خیلی خوش اومدین. مگر می شود صدایی را زیست کرد بی آنکه جسمی وجود داشته باشد؟ میگویم آری. آخرین صدایی که در نوار ضبط کردم را میشنوم، جایی که زمین توقف می کند، اما بی آنکه نگاهی به آسمان بیاندازم که شب هم در راه است. آری، شب، همان اندازه که شکوه و عظمتش زمان زد عام است، سکوتی از جنس راوی بودن دارد. به دیدگاه هم زمانی که صدای نوار در خانه ام میپیچید، من دیگر صاحب یک خانه نبودم. سیر میکردم در دنیای جملات، جایی که هنوز جسم بر جسم عادت داشت، جایی که آینه به تماشای سرمه مشکیت مینشست. بعدها که جلوی آینه رفتم، دیدم همانقدر که تو به او می آمدی و در حافظش ماندگار شدی، من نیز میخ پشت آینه‌ات بودم. داشتم چای دم می کردم، چشمم به ساعت افتاد، دیدم حرکتی نمی کند. با آنکه می دانستم تازه باتریش تعویض شده بود، پایین آوردمش، تا محبود نگاهش می کردم. پس از مدتی عقربه به حرکت آمد، اما در جا می زد، بین ماندن و رفتن. حکایت همینقدر غمزده است.